مادران به نهایت به همت بودند که فرزندانشان علما شد. بسیاری از مادران تربیه فرزندان خود را خودشان دادند. تربیه قرآنی، تربیه ایمانی، تربیه اخلاص، این از جانب مادران بود. پس مادر، تو مادر موحده و عالمه باش و فرزندهای خود را عالم و عالمه تربیت بکن. امت اسلام به زنهای عالم و مادران عالمه و موحده نیاز دارد. امت اسلام نیاز به مادران موحده دارد که فرزندهایش را تربیت توحیدی بدهد. پس تمام حدیث هایی که دلالت به آموزش دین می کند، تمام حدیث هایی که دلالت به فرضیت آموزش لا اله الا الله می کند، به فرضیت آموزش اصول دین می کند، همین دلیل ها و همین آیات هایی که قرآن و سنت است که ما در دیگر حلقه بسیار ذکر نمودیم، همه اش دلیل به شما خواهری عزیز می کند که طلب علم بکنید و وقت خود را جدا کنید. هر کسی که می خواهد در همین روزها می تواند که جدا بکند. هر روز 25 دقیقه، اگر هر روز نشود 2 روز یک بار 25 دقیقه گوش بکنید. امروز طلب علم کردن آسان است، مثل قدیم نیست که شما یک کتاب را بگیرید 5 کیلومتر و 10 کیلومتر راه گردید. نه، اینچنین نیست. امروز یک تلفن خرید به خاطر الله، $100 یک تلفن خرید، در درونش یک برنامه تلگرام کنید، به خانه‌تون به یک طرف گذارید، در یک روز 25 دقیقه درس عقیده رو گوش کنید. اگر به فقه وقت نداشته باشید، اگر خواهید با 25 دقیقه فقه رو هم گوش کنید. به خاطر الله حرکت بکنید، کوشش بکنید. نخود امروز مردم نتوانند که به خاطر الله یک تلفن خرند به مقدار $100 یا $200 تا که از همون درس ها رو گوش بکنند، درس های علما رو گوش بکنند، به یک طرف خانه گذارند، دین خود را پیش برند. پس خواهرم کوشش بکنید که در روز آخرت حسرت و ندامت هیچ فایده ندارد. السلام علیکم.